بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و عرض ادب دوستان عزیز. ما و شما رسیدیم به جلسه سوم حروف صاد و در حروف صاد رسیدیم. مفردات، حروف های مفردات گفته میشه یک حروف و اینال صاد کار میکنیم. بسیار به دقت کنین مگم دوستان عزیز. اولش عادی میگیریم، اینی موقت فشار تر میتیم، فشار تر که داریم اینی موقت هم فشار میتیم تا اینی موقت. اینقدر فاصله دار از صوت باشه بسیار مقبول میاره خطر. و یک دارم کاسه نون. کاسه نون هم همچنان هم دیگرهای وارد دیگر را کار میکنیم. آیسته آیسته فشار، آیسته آیسته عادی. یک نقطه از خط کرسی بلندتر باید بگیریم. یام شد سواد. اینقدر فاصله دار که اثر سواد خط مقبول تر بیایم. رسیدیم ده توی. توی اولش هم عادی میگیریم، سر سواد واری میشه. اولش عادی، آیسته آیسته فشار تر، آیسته آیسته اینالی توی شد سر توی. یک الف هم دو نقطه یا سه نقطه بندازیم. یام توی یک الف دو نقطه ای همیشه سر خط کار میشه. توی هم باز حروفایی که کاسه نون داشت اونا نیمه خط کار میشه. مثل سواد نیمه خط کار شد، توی در سر خط، الف سر خط. این قسمی هم رسیدیم به عین. عین که از حروفش یکم مشکل تر است. ببینین حرکتش سه حرکت کار میشه. اولش فشار تر میگیریم، این موقت عادی، این موقت فشار، این موقت هم عادی، این موقت هم مثل جیم واره میندازیم. کاسه جیم واره اینجا فشار میتیم، آیسته آیسته عادی شده میره. این موقت عادی است، این موقت تا این موقت نازک، تا این موقت هم دبلتر، این موقت هم نازک میتیم. سر عین باز ببینین. این تو کار میشه. ف سر ف در حالت رفتارش سر ف پوت میشه. در حالت رفتار قلم سعی کنین قلم بسیار دقت کنین. یک دو اینم سه پوت شد سر ف در سه حرکت. یک دانم خود بیره میندازیم، فقط دم جای ب یک دانه سر ف رو بندازین خود ف میشه. این هم شد ف. خب دوستان عزیز، اینم بود در جلسه سوم ما.